22 سال زندگی کردن، میخوان یه مشهد برن بدون سر صدا، بشه راز زندگیشون. خانم با آقا میگه که این مشهد رو نگو، منم نمیگم. اون مادر شوهر وسطای شام یه دفعه آقا رو جو میگیره. مامان چیه؟ 3 هفته بعد کجایی؟ کجام؟ هیچی، خونم. چطور؟ میگه هیچی، شما نیستیم. گفتم اگه کاری ماری داری الان بگو، ما نیستیم. بعد مادره چرا نیستید؟ نمیتونم بگم، رازه. اینجوری ساده است. میدونی با زنم صحبت کردیم، گفته نگو. زنه زایه شد دیگه، دارن شام میخورن. بعد زنه از خودش دفاع میکنه. نه من منظورم به مامان که نگو، گفتم به دوستات نگو. در کجا میخواید برید به سلامتی؟ بگم به مامان؟ مامان جان تصمیم گرفتیم ان شاءالله خانوادگی بریم مشهد. مادر شوهر رو دیدی چه حرف زدن؟ عجب، مشهد امام رضا؟ نه مشهد اردهال. اصلا خدمتتون که بله مشهد امام رضا. مادر شوهر مشهد امام رضا؟ بله. یا امام رضا چی شد؟ آقا جان پسرم با زن و بچت خوش باش. این 3-4 تا فوش توشه. ما هم خدایی داریم. خدا رحمت کنه بابات تا 5 سال پیش بود، من سالی 2 بار مشهد میرم. این 5 سال من هیچ جا نرفتم. یه حاجه هایی هست تو مسجد ثبت نام میکنه، زنای بیوه رو میبره. پسر به غیرتش برخورد، بی خود کرده، خودم میبرمت. همین هم مونده با اتوبوس بلند شی بری ولکم مادر من. قرار بود نگه حاج خانمم داره میبره. اینجوری ساده است. از خود عراق تا خود مشهد این 17-18 ساعت حاج خانم جلو نشسته، عقبم نمیاد. به پسرش سیب میده، به پسرش پرتقال میده، به پسرش آجیل میده، به پسرش از قدیم اون اجنبی اون عقب نشستن. این عروس اجنبی غریبه میره زندگی. این چه مشهدیه؟